الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادرانم و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. امروز یک چند نفر از برادران و اینچنین از خواهرها از من سوال نمودند که خواهش میکنیم یک مراتبه دیگر موقع خود را نسبت علما بیان بکنید، زیرا که مرجئه ها شما را از همه جهت دارند تهمت میکنند و طعنه میزنند. به خاطر جوانها گمراه نشدنشان یک بار دیگر در این باب صحبت و نصیحت میکردید. چخیلی که بیان کردم بنده مریض هستم، لیکن با وجود این از سبب پیشگیری کردن فریب و نیرنگی این مرجئه های خبثا، این جهمی ها، ما البته که صحبت میکنیم و حقیقت را بیان میکنیم. از نام بنده بسیار سخنها را میکنند و برگمان بر من، به گمان خودشان به من بعضی چیزها را نسبت میدهند. خواه افغان، خواه ایران، خواه تاجیک باشد، این مرجئه ها همه یک رنگ هستند. مسئله اینجاست، بعضی شما شاید بپرسید خود از خود که چرا این همه هجوم نمودن به ابو محمد مدنی؟ چرا نوبت به نوبت مدخلی ها، حزبی ها، بعضی انسان هایی که خود را نه مدخلی نه حزبی میگن سروری ها، دارن شب و روز به ابو محمد مدنی هجوم میکنند و خیلی که شما آشکار و واضح میبینید دروغ میگویند به یگان شرم داشتن، آشکار و واضح. سبب چیست؟ قسم به الله والله بالله تالله سبب یک چیز است، دیگر نیست. سبب این است که تا امروز این مرجئه ها تمام مردم را گمراه کرده و به بالای اونها خودشان را رب قرار داده و هر چیزی میگفتند و ما باذن الله سبحانه و تعالی آمدیم و پیش راه اونها را گرفتیم و خطری این طائفه های گمراه را به مردم بیان نمودیم. تا امروز هیچ کسی در حق من چنین سخنها را نمیگفت، به خاطر اینکه تا امروز نفس اینها را کسی نگرفته بود، اینها را کسی به تنگی نبرده بود، کسی اینها را رد نزده بود. اینها آزاد میگشتند، چیزی خواهند میگفتند. اگر سخنشان را قبول نکنید حتی دشنام هم میدادند. خیلی که خود شما میدانید که بعضی اینها دشنام کننده سخت هستند. بالاخره وقتی که ما آمدیم یک به یک منهج اهل سنت و الجماعت را بیان کردیم و بعد از این منهج رافضه مشرکین و مرتدین یا که مشرکین را بیان کردیم و قبوری ها را و مرجئه ها را بیان کردیم، حزبی ها را بیان کردیم، اینها سوختند، اینها داد و فریاد کشیدند و شب و روز از پشت بنده، از پشت برادران و دوستان بنده طعنه، دروغ، تهمت میبندند. اولا این که تهمت و طعنه اینها آیا به من و به برادران من ضرر میرساند؟ نه والله، یگان ذره ضرر نمیرسد، برعکس فایده وجود دارد. به حسن بصری رحمه الله خبر آوردند که یک کسی دارد تو را تهمت میکند یا که در حق تو سخنهای غلط میگوید. حسن بصری گفتند که انا این خرما را ببر به او بده، همون کسی که مرا بد میگوید به او ببر خرما را بده. چرا که او گناههای زیادی مرا گرفته است. هر کسی که تهمت میکند، هر کسی که منتج میکند، هر کسی که میسازد و سخنها رو غلط میفهمد و باز متهمی و تهمت میکند،
هیچگاه فراموش نکنید که روز قیامت نزدیک است. در روز قیامت من و شما انشاء الله سبحانه و تعالی یقینا در نزد الله به همدیگر تهمتی که کردیم جواب خواهیم داد. هر وقتی که من صحبت میکنم در حق یکی از شما، پیش از صحبت کردنم یک بار به یادم میآورم که آیا من به این صحبتم در نزد الله جواب داده میتوانم؟ آیا این عملم را به خاطر قرآن و سنتی که باید حفظ شود کرده شدم یا که تهمت میکنم؟ تهمت نمیکنیم. قسم به الله ما فقط منهج شما رو بیان کردیم که در فلان فلان مسئله خطا کردید و در حقیقت این مسئله لغزش است، انحراف منحرف شدید، باید توبه کنید، باید کسایی که به شما پیروی میکنند توبه بکنند. اما بالاخره شما به جای این که به ما علما صحبت بکنید اومدید و تهمت را شروع کردید. تهمت های اساسی شما این است که میگویید ابو محمد مدنی علما را تکفیر کرده و یک سخنهای مرا که معنیش رو خوب نفهمیدید و بعضی بگویم افغانی ها مرجعت الغلات، افغانی حتی سخن تاجیکی مرا غلط فهمید، آمدید در اساس غلط فهمی خود بنده را تهمت میکنید. انا همین است برادران و خواهران عزیزم، انا همین است سبب تهمت کردنشون. چرا اینها به ما نمیبرند بحث علمی بکنند؟ بیایید در بین مردم 5 دقیقه شما 5 دقیقه من در یک مسئله صحبت بکنیم. نه راضی نیستند. سخنهای علما رو نقل میکنید، ما میگیم که این سخنهای علما رو ما قبول داریم، لیکن دیگر سخنها با هست که قبول میکنید شما میگن که نه. فکر میکنند که همون 4 چیزی که اونها میدونن تمام همون است، تمام. اما به تهمت کردن شروع میکنند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مردم عامه، مردم عوام از مسائل علمی که بیخبر است، به همون تهمت کردن اونها شاید مؤثر شود و شاید از همین جهت ما رو بد ببیند و مرجعه های این جهمی غلات هم از همین سبب ما رو هر خیل تهمت ها میبندند که مردم بالاخره از ما دور شود. این همه طرف مقابل این است. وقتی که حجت ندارد تهمت میکند. بیایید من به شما بیان میکنم عقیده خودمون رو نسبت علما بیان میکنم. ما میگویم همه علمای اهل سنت و الجماعت از صحابگان شروع کرده تا امروز در مسئله العذر بالجهل، جهل را در شرک اکبر، کفر اکبر، اصول دین عذر نمیدانستند و ما در این مسئله صحبت کردیم و حالا حاجت نیست که باز یک 10 ساعته دیگر صحبت بکنم. درایت کنفرانسی که 8 قسم است در یوتیوب وجود دارد، من با همراهی ابو عمر افغانی حفظه الله صحبت کرده هستم. درایت صحبت ما رو گوش بکنید. حجت ما از قرآن، حجت ما از سنت، حجت ما از اجماع از صحابه تا امروز همه علما رو ذکر کردیم. از همین جهت ما علمای اهل سنت رو مثل شما ای مرجعه گمراه نمیدانیم. شما مرحمت از صحابه تا اینجا بیارید، نه، فقط شبهات میارید. دلیل شما شبهات است. شبهات رو از همون مرجعه ها گرفتید، دیگر چیزی ندارید. ما اجماع رو زیاده از 50 در اینجا نقل کردیم. در هر یک عصر یک دو سه از صحابه شروع کردیم. 4 مذهب رو بیان کردیم. صفحه کتاب رو ذکر کردیم. صفحه کتاب رو در همون روی اکران نشان دادیم. مرحمت خواهش میکنم درایید ببینید، چرا نمیبینید؟ به شبهات شما در 2 حلقه زیاده از 3-4 ساعت تمام شبهاتی که از آیات، از حدیث، از قول علما آورده جواب دادیم. یکی از این جهلا ابو صهیب تاجیک میگوید که ابن العربی جهل را عذر دانستند. اول میدونی که ابن العربی کی است؟ اولا این صحبت باطل است. ابن العربی جهل را عذر ندانستند. این روایتی که شما می آوردین ما این رو جواب گفتیم. خواهش میکنم برادران و خواهرانم شما درایید به جواب ما در روی اکران کتاب رو آوردیم، جواب دادیم که این سخن ابن العربی نه، سخن قاسمی هست که یکی از انسان‌های بود که اهل سنت رو اصلا قبول نداشت و بعدن خود ابن العربی قاضی ابوبکر ابن العربی اشعری بودند. اگر بناگاه گفته باشند هم
قبول نیست، اشعری هستند. شما مذهبتون همین است، علمای اهل سنت رو از علمای اهل اشعری جدا کردن نمیتوانید. حالا آن که این سخنتون تهمت به ابن العربی است، ابن العربی این سخن رو نگفته است. چخیلی که در فتح الباری ابن حجر عسقلانی سخن ابن العربی رو جدا کرده و فهمانیده است که کدام قسمش سخن ابن العربی و کدام قسمش سخن قاسمی. و این مسئله رو من به تفصیل در پاسخ به شبهات مرجئه جواب گفتم. قسم هشتم به صحبت‌های ما در کنفرانسی که کردیم در یوتیوب وجود دارد، گوش بکنید. افسوس که شاید گوش نکنید. سخن ابن حزم رو می‌آورد که ابن حزم عذر گفتن. ابن حزم در مسائل خفی یا در مسائل ظاهری که از باب صفت باشد، قسم دومی صفت، مسائل صفتی که از اصول دین نیست، صفت رو ما به دو قسم تقسیم کردیم با گفت علمای اهل سنت به مانند امام شافعی و غیره در همه صحبت ما است. امام ابن حزم سخنی که شما می‌آورید به قسم دوم قسم صفات است. ما قبول داریم سخن ابن حزم ابن بارک الله فیکم ابن حزم ظاهری رو، اما دیگر سخنشون هست که ابن حزم رحمه الله میگویند که در توحید و در اصول دین جهل عذر نیست و ابن حزم خودشون آشکار میگن که دو قسم است، یک قسم جهل عذر میشود و یک قسمش نمیشود. مرحمت به کتابشون از کتاب الملل و النحل و غیر از کتاب‌های دیگر آوردیم. در کتاب المحلى وجود دارد. همه این چیز در بارک الله فیکم یوتیوب پاسخ رو ما گفتیم، نظر بکنید. و دیگر از علما المعلمی عبدالرحمن المعلمی که گفتید ما اثبات کردیم که صحبت شیخ علامه عبدالرحمن معلمی رو غلط فهمیدید و ما جوابش رو گفتیم. پس چی میخواهید؟ جوابای شما رو ما دادیم. مردم رو خواهش میکنم که درآیید به پاسخ به شبهات مرجئه رو ببینید. اینها هیچ حجت ندارند و بار دیگر اثبات کردند به این تهمت‌هایشون و به این جهل‌هایشون که اینها غیر از تهمت، غیر از دروغ و غیر از منتجکاری دیگر کاری رو نمیتوانند. من فکر میکردم که منتج کردن رو فقط این مدخلی-های غلات میکنند، تهمت رو اینها میکنند. شاید این یک قسم دیگری که اینها مدخلی نیستند و سروری هستند، به مانند ابو صهیب سروری، به مانند این وصال حق سروری ها. من فکر کردم که اینها کمی شاید این تو این درجه متهم کننده و تو این درجه دروغگو کذاب نباشند، لیکن بالاخره همه اهل بدعت عاقبتش همین است. اینا هم باز از مدخلی ها پس رفتند. پس ما میگوییم نسبت شبهات شما همش جواب وجود دارد. من به برادران و خواهران خواهش میکنم که درآیید در یوتیوب اینها رو گوش بکنید. البته این یکی از جوابهای ما، این یکی از بیان کردن عقیده خودمون نسبت علما هست. من به هم عبدالرحمن فاتح جوابی البته آشکار، واضح، کامل انشالله بعد از صحتمند شدن میدم و هم به ابو صهیب، به این هر دوی سروری ها جواب میدیم. حالا میگویم عقیده خود را، منهج خودمون را نسبت علما. آیا ما سلیمان العلوان، عبدالعزیز الطریفی را یگان سخنی گفتیم در حقشون؟ قسم به الله نه. ما دفاع کردیم و دفاع میکنیم و میگیم که حفظهم الله، الله هر دوشون را حفظ بکند و فک اسرهم، الله از این اسارتی که طاغوت ها اینها را اسارت گرفتند نجاتشان بدهد. اینها علما و علامه اهل سنت و الجماعت هستند. انا این است. آیا سلیمان العلوان جهل را عذر میدادند؟ بله، در اول عذر میدادند، اما از این منهجشون توبه کرده گشتند که ما مقاله هایشون رو ذکر کردیم و سخنهای شاگردانشون رو بیان کردیم و این چون یکی از برادران داغستانی که در نزد خود شیخ سلیمان العلوان رفته نشسته و به گوشش شنیده و به چشمش دیده، این سخن رو بیان کردیم که شیخ جهل رو در شرک اکبر عذر نمیداند و حتی ما کتاب عذر المشرکش رو چی کرده بودیم؟ بیان کرده و ترجمه کرده بودیم از سخنهایش که عذر المشرک رو حتی او شرط و شروطش رو بیان کرده و تکفیر میکند که البته واضح است. اما این مرجئه ها ما رو متهم میکنند که در حق سلیمان العلوان این گفته آن گفت و بعضی از سخنهای دیگر علما رو آوردند و اینجا امرا کردند. اینها مشایخ ما هستند. شما گمراهان هستید که از این مشایخ دور هستید، نمیشناسید.
و این مدخلی ها است که این مشایخ رو خوارج میگوید و این مشایخ رو اعوذ بالله تکفیر میکند. خار کند الله متهم کنندگان رو، الله خار و ذلیل کند تهمت کنندگان رو. و با الله شکایت میکنم از بالای شما که بجز الله به کسی شکایت کننده دیگر نداریم. اما در مسئله ابن باز و ابن عثیمین، ما سال 2018 وقتی که این سروری ها، این مدخلی ها، این گمراه ها، مرجعه حزبی ها این تهمت رو به سر ما بسته بود، بیان کرده بودیم که ابن باز و ابن عثیمین رو ما رحمهم الله میگیم، رحمهم الله. اما در یک سخنم که یکی از سروری ها عبدالرحمن فاتح افغانی گذاشت که من در اونجا به کسی گفته شدم که ما ابن عثیمین و ابن باز رو عذر میدهیم. چرا؟ بعضی میگن که تو کی هستی که ابن عثیمین ابن باز رو عذر میدونی؟ بیاید من مسئله رو کمی وسیع‌تر نقل کنم. امروز جماعتی هست، انسان‌هایی هستند که ابن عثیمین و ابن باز رو کافر میگویند و کسی که اونها رو کافر نگوید هم کافر میگویند. اعوذ بالله من ذلك. ما با الله پناه میبریم از این جماعت. حتی من رو هم همچنین بعضی ها از سبب ابن عثیمین ابن باز همین خیلی حکم میگذارند، حکم کفر و غیره. در حقیقت ابن باز و ابن عثیمین رو یکی از این صحبه مانندی مثلا تونیسی، ابوبکر تونیسی بود یا کسی تونیسی یک سخنهای سخت گفته است. خودی ابو صهیب این سروری، این مرجعه الغلات، یک 2 روز قبل با یکی از دوستانی خودش یا بگیم یکی از شاگردهایش یا یکی از کسای نماشت نمیدونم یک مقاله رو ارسال میکند که در اولین مقاله ابو محمد المقدسی مقدمه نوشته، اما دوام مقاله از تونیسی است، دیگر انسان تونیسی نوشته. اما پیش از این مقاله تونیسی ابو محمد المقدسی کمی مقاله نوشته. در این مقاله رد به عمر الحازمی است، احمد ابن عمر الحازمی. ابو صهیب من را گفته که این شاگرد احمد ابن عمر الحازمی است. من در کجا گفتم؟ در کدام درس گفتم که من شاگرد احمد ابن عمر الحازمی؟ من احمد ابن عمر الحازمی را یکی از علامه اهل سنت و جماعت میدونم، اما میگویم که در باب عذر المشرک مذهبی سخت رو گرفته و عذر المشرک رو یک بار تکفیر میکند که ما در این منهج نیستیم. ما در منهج اهل علمای زیاد اهل سنت و جماعت هستیم که عذر المشرک رو اول حجت میرسونیم، بعد از حجت رسونیدن بله مشرکش میگیم، تکفیرش میکنیم. اول حجت میرسونیم، میفهمونیم قرآن و سنت رو، بعد از فهمیدن اگر قرآن و سنت رو انکار بکند، این قرآن و سنت رو دروغ شمارید، این کفر به طاغوت ندارد و این اسلام و شرک رو جدا کردن نتوانست، ما تکفیرش میکنیم. اما عمر الحازمی میگه که نه، حجت نرسونیده یک بار تکفیر کرده میشود، که بعضی از علما به عمر الحازمی رد زده اند و ما این رو قبول داریم که عمر الحازمی در این مسئله کمی غلو کردند، قبول داریم. من خودم رو یگان بار نگفتم عمر الحازمی، در یگان درسم عمر الحازمی رو ناوردم، اما مثل شما عمر الحازمی رو طعنه هم نمیزنم. عالم میگویم در این مقاله که ابو صهیب فرستاده رد به عمر الحازمی است و در دوامش این چنین ابن باز رو، ابن عثیمین رو، ابن باز و فوزان و غیر از اینها میگه بلاد الحرمین در همین امروزه دولت سعودی میگه بسیاری از علما میگه متشددین هستند، غولی هستند و اینها به درجه جهمی رسیدن، یعنی تکفیر میکنند. اعوذ بالله. همین مقاله رو به شاگردش، یکی از شاگردش یا یکی از کسی که فرستاده است خودش میدونن مقاله رو فرستاده، مقاله در نزد من است، انمین است. این ابو صهیب که شما میگید انمین است، اینو یک جهلان نمیفهمد که چیکار کرده است. شما هستید که این علما رو جهمی میگوید، غلو کرده میگوید. ما چرا عذر دادیم میگیم؟ برای اون که بله به مانند انا همین مقاله که ابو صهیب فرستاد که تونیسی نوشته، به مانند همین تونیسی ها و این سروری ابو صهیب جاهل که نمیفهمد خودش این مقاله رو به دیگرها پهن میکند، انا همچنین انسان های هستند که ابن باز یا دیگر از علمای سعودی رو، بسیاری از علمای سعودی رو جهمی میگویند و تکفیر میکنند. ما میگیم که چرا؟ اونها میگن که اینها مثلا به طاغوت دست دادن، بیعت کردن، اینها کافر شدن میگن. ما میگیم که ما پناه به الله میبریم. ما به این شیخا عذر میدیم. بله دست دادن، این خطاگی است، این خطاگی سخت است، این کفر است. اما این شیخا شاید اکراه داشته بودند، شاید مکره بودند، مکره، و شاید این شیخا
گفتند که از این هم حالتی بوده بد نشود، یعنی اجتهاد کردند، مصلحه و مفسده رو دیدند. از همین جهت ما به این شیخا عذر میدیم. انا به همین خاطر این سخنی ما سخنی علمی بود، یعنی ما بنده ابن باز ابن عثیمین نیستیم که همه خطاگاشون رو نه خطاگی نیست ما سجدهشون میکنیم. نه، در حقیقت اینها علمای بزرگ هستند اما خطا کردند، اما علمای اهل سنت به این خطاگاشون عذر میدهند. ما علمای اهل سنت رو به یک دو خطاگی کرده یک باره حکمی یگان سختی نمیکنیم. چخیلی که عمر الحازمی رو ما حکمی سخت نمیکنیم، عمر الحازمی خطاگی دارد. در یکی از سخنهایش عمر الحازمی مثلا خطاگی کرده و در سخن دیگرش توبه کرده است، یا که در مسئله عذر المشرک سخت سخن میکند. ما قبول داریم که این خطاگی است و این چنین قبول داریم که ابن عثیمین ابن باز خطاگی کردند و به همین سبب خطاگی نه عمر الحازمی رو خوارج میگویم و نه عمر الحازمی رو تکفیر میکنیم، ما تکفیر نمیکنیم. و این چنین ابن باز و ابن عثیمین رو بعضی آدمایی که تکفیر میکنند به اینها انکار میکنیم و میگیم که ما به خاطر بیعت کردن به این طاغوت ها یا بعضی از فتواهایی که به مسئله آمدن لشکری کفار به سرزمینی مثلا جزیره است و غیره ما تکفیر نمیکنیم، ما عذر میتیم، شاید اکراه بود و غیره بود. همین است سخنی ما و این سخن از سخنی من نیست. همین سخن رو نظر کنید به یکی از ویدیوها خود ابو محمد المقدسی میگوید ای جهلای سروری شما چی میگوید؟ میفهمید چی میگید؟ مقاله‌ای که خودتون ارسال میکنید بمانند ابو سعید مثلا جاهل در مقاله خودش ارسال کرده این مشایخ علامه و بزرگوار رو همش رو جهمی متشددین غلط گفته. یعنی شما هستید که نمیفهمید چیکار میکنید. انا کن منهج ما رو فهمیدید. ما منهج ما این است که یعنی علما خطا کرده اند اما علما خطا کردهشون رو ما عذر میدیم، یعنی میگیم که یا اجتهاد کردند یا که مصلحه و مفسده رو دیدند و اجتهاد کردند یا که اکراه شده بودند. از همین جهت ما این علما رو در این مسائل تکفیر نمیکنیم و عذر میدیم. یگون سخنی بدی ندارد، این سخن علمی است. چخیلی که همین منهج رو ما از کتابی رفع الملام عن ائمه الاعلام ابن تیمیه رحمه الله آموختیم. یعنی ما باید به علما عذر کوبیم اگر مسئله شون شرک واضح اکبر واضح نباشد. اما اکبر واضح باشد به هیچ کس هم عذر گفته نمیشود، علما باشد. اما در مسئله البانی عقیده ما در مسئله البانی چی است؟ موسوعه العقیده گفتن یک کتابی هست که جمع شده تمام عقیده های البانی ذکر شده. در حقیقت البانی تا آخر عمر دشنام دهندگان الله را عذر میداد، کسانی که شرک اکبر کفر اکبر را میکردن عذر میدادند. یعنی منهج مرجعه ها بود. اما وقتی که شیخ صالح آل شیخ میرود قطعی البانی بحث و مناظره میکنند، در یوتیوب وجود دارد تقریبا 100 زیادتر. بعد از این عقیده البانی میگردند. من نواری ویدیویی آوازی البانی رو در گروه سوال جوابم گذاشتم، گوش بکنید که چی میگوید. و این چنین از شیخ البانی از توبه کردنشون در مسئله جهل و عذر بودنش توبه کردنشون، یعنی در اول جهل رو عذر میگفتند، از این عقیده توبه کردن از این عقیده بازگشتند. این رو مقاله نوشته شیخ صالح العبیلان ذکر میکند. زنید توبه البانی از مسئله جهل عذر بودنش در گوگل نوشید، شما سروری جهلا غیر از گوگل دیگر چیزی ندارید میبرید. این مسئله در بین همه مردم معروف است و مشهور است، اما شما جهلا اکنون فهمیده ایستید. ما توبه علما رو که علما نقل میکنند، صالح عبیلان نقل کنند، ما قبول میکنیم. خودی آواز البانی رو داریم که از این مسئله گشته، ما قبول میکنیم. اما به مردم میگوییم که شما ای مردم به مذهب اولی البانی رفته گمراه نشوید که مدخلی ها رفتن سروری ها رفتند. خودی البانی توبه کرده است اما شما گمراه میشوید. پس علمایی که خطا کرده الحمدلله از خطاگیشون گشتگی هستند، بحث و مناظره ها شدگی است. از همین جهت اگر بعد از این سخنی ما ببینید ما این علما رو چگونه معامله کردیم. اما یک آدم بیاید و خطا بکند و نفهمد توبه کردن البانی رو، ما به او میرسونیم من این حجتی البانیه که توبه کرده است و غیره و غیره.
اما اگر البانی توبه نکرده باشند ما به البانی هم عذر گفته نمیتوانیم. اما البانی الحمدلله توبه کردند، الحمدلله. این است مسئله که اینها گفتند یعنی این است و آن است. منهج ما همین است که الله به ما خودش گذاشته که مثل یهود نباشید. یهود علمای خود را رب گرفتند، علماشون خطا کند هم پیروی کردند، علماشون مشرک شود هم مشرک شدند. اما ما نباید مثل یهود باشیم. سوره توبه رو ببینید. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. یعنی یهودها علمای خود، رهبان یعنی علمای خود، پیشواهای خود، امامهای خود را به خود رب، ارباب گرفتند، یک چند رب. و این را بیان میکند حدیث عدی ابن حاتم الطائی که وقتی به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می آید و میگه که ما عبادتشون نمی کردیم، پیامبر میگن که بله شما عبادتشون نمی کردید به این معنی که شما سجده نمی کردید، شما به اینها رکوع نمی کردید. اما آیا وقتی که این علمای شما حلال را حرام بگوید، حرام را حلال بگوید، اطاعت می کردید؟ میگن که بله تلک عبادتون. پیامبر میگن که انمین است عبادت، یعنی اطاعت هم عبادت است. یک عالم بیاید شرک را خطا کند و گوید که اسلام است و اسلام را شرک بگوید، ما به او عالم پیروی نمیکنیم، میگیم خطا کرده، خطا کرده است. البته ما دیگران را خبر میرسیم که مردم این عالم خطا کرده، از این کارش توبه کرده. سبحان الله. این است منهج ما درباره علما. اما درباره امام ابو حنیفه به من میگن که ابو حنیفه را شما مرجئه گفتید. بله همه علمای سلف مرجئه الفقها میگفتند، موجود است. حتی شاگردشون یعقوب ابن ابراهیم ابو یوسف، نظر کنید به کتاب السنه لعبدالله احمد ابن حنبل. ابو حنیفه رحمه الله از سبب اینکه عمل را از ایمان نمیدونستند و زیاد و کم نمیشود میگفتند، یک خطاگی کردند. مرجئه گفتن این کافر گفتن نیست. مرجئه الفقها گفتن کافر گفتن نیست. اعوذ بالله. امروز بسیار متعصب های هست که به مذهب ابو حنیفه تعصب میکند و گمراه شده، عمل را از ایمان نگفته، کفر را هم این به انسان ضرر نمیکند گفته، مردم را گمراه میکنند. از همین جهت ما این سخن را گفتیم. بالاخره این یک جواب به شما هست که یا بیان کردن عقیده خودم به شما هست برادران و خواهران موحدم که به دسیسه ها و به تهمت های این سروری ها احتیاط باشند. اینها سروری اند. بله محمد شریف و محمد طاهری مشرک اینها مدخلی بودند، اما این ابو صهیب یا کانال وصال حق، کسی که اینها که میبرند عبدالرحمن فاتح و غیره، اینها که صحبت میکنن، اینها سروری اند. اینها یک قسمی از عقیده های حزبی را دارند، خودشون بیخبرند. اینها سروری اند. ابو صهیب وقتی که به من 7 ماه پیش صحبت کرده بود، صحبتش در من وجود دارد، مرا خائن گفت. من گفتم چرا مرا خائن میگویی؟ میگوید که تو به گروه 24 خیانت کردی. طرفدار گروه 24 است. اگر ترسیده بعد از این سخنی من از این طاقت‌های تاجیکستان که همکاری میکند ترسیده، اگر نه من گروهی نواب طرفداری نه هم نگوید، صحبتش در من وجود دارد. من میبرم یک روزی میگذارم اگر این کار بکند. میگوید که تو گروه 24 رو خیانت کردی. اردوغان را مسلمان میشمارد. اینها اردوغان را کافر گفته نمیتواند. در مسئله حکم غیر ما انزل الله حکم کرده نمیتواند. با میگد که ما مدخلی نیستیم. ما وقتی که این مسئله ها رو بیان میکنیم، اینها میگن که این اعوذ بالله ابو محمد مدنی علما رو این گفت اون گفت. ما بار دیگر میگیم این علما رو به سر ما آوردن و تهمت زدنتون این تهمت است، این بهتان است. این کار رو به خاطر این پیشه کردید که منهج مدخلی به شما معقول شد، غیر از تهمت دیگر چیز نیست. این کار رو به خاطر این پیشه کردید که حجت ندارید، دیگر راهی ندارید. روز به روز مردم حق رو فهمیده ایستادند و شما آمدید به همین راه میخواهید جوانان تاجیکستان رو گمراه بکنید. الله این گمراهان را هدایت بکند
و البته این سخن من جواب به یگان کسی نیست، جواب به این مرجع نیست، بلکه این یک بیان کردن عقیده خودم نسبت علمای اهل سنت که ما چه عقیده داریم به شما است، برادران و خواهران موحدم، که به شبهه اینها گرفتار نشوید. اما جواب من در روزهای نزدیک هم به این سروری مرجعیت الغلات افغان و هم به این سروری مرجعیت الغلات تاجیک ان شاء الله بعد از کمی سیاد شدنم، یک هفته است، نیم هفته است، البته صداهایشون رو میگذارم و جواب رو میدهم. اما این بود منهج ما نسبت علما که ما علمانه در این باب یعنی با حجت صحبت میکنیم. یعنی علما رو خطاگی ندارن، ما اونها رو عبادت میکنیم هم نمیگوییم، علما رو خطاگی دارند و تکفیر هم میکنم نمیگوییم، بلکه میگیم که خطاگی دارند اما به این خطاگیشون ما عذر میکوبیم و عذر میدهیم و مثل بعض غلو کرده ها تکفیر کرده تکفیر نکرده ها رو تکفیر کرده و کرده نمی رویم و مثل بعض بسیاری غلات مرجع اینها رو عبادت کرده سجده هم نمی کنیم و در رد زدنمون کسی رو منتج، شانتاژ و تهمت و بهتان و دروغ هم نمیگوییم، زیرا که ما میدونیم که ما مسئول هستیم به این سخنهایمون. بارک الله فیکم. همین است منهج ما نسبت علما. هر عالمی که توبه اش در مسئله اصول دین خطا کرده اش به ما رسید ما قبول میکنیم. اگر توبه اش نیست، توبه نکرده باشد، ما گمراهش میگیم، زیرا که مسئله اصول دین است، علم پرستی نداریم. بارک الله فیکم.